خب هجیبورا خونه شما یک اتاق خواب، یک دهلیز، یک آشپزخونه و حموم دستشویی داخل هم داره. قیمت مورد نظر شما چندیه که ما به کرایه بدیم؟ یک 10,000 بدیم دیگه به کرایه. شوخی میکنیم دیگه. 10,000 ما خونه دو طبقه به کرایه میدیم. این به 200,000 هم کسی نمایه. بابا ولی همین ماجرا بیامدم 10,000 که چیزی نیاز دارم 15,000 هم بگی بازم قبول میکنم. خب پس تا شما بدیدیم دوباره این ملت به یک درد دوچار شد، ما این مثل زالو بفتیم به جون اینا خون اینا رو بخوریم. گپ زدن خور بفهم. من هنوز دارم خودتو محترمانه گپ میزنم. یعنی چی خونه که 2,000 3,000 کرایه نه تو میبدی به 10,000؟ اصلا به تو ربطی نداره. تو کار خور میکنی بانگادری خور میگیری. شکر خدا تا نیت پولار بخوردم و هرگز خدا میت پولار نمیخورم. به سلامت. اصلا کار کردن خودت فایده نداره. یک سوال، خدای قرآنی وقتی ایت پولار میخورین شو سر خور میگذارین رو بالشت وجدان شما راحته؟ Öküzüldüğünde dostu bitermiş. Eğer kim seni seviyorsa bak o da gidermiş. Ağlama sikler bir